میگم آقا پیمانو میگفتی امسال یه دست مب بخره دیگه. کی الان مهمونو رو زمین میشونه آخه؟ ببخشید والا آدم با این قیمت ها دیگه نمیتونه چیزی بخره. از پذیراییتون فهمیدم. پارسال پیراسال که آجیلا هست کردید، امسالم شیرینی، سال بعدم فکر کنم میوه دیگه نگیرید، بعد بشینیم به هم نگاه کنیم. نه فدات شم، اونجورم نیست، خدا بزرگه. انشالله این گرونی هم تموم میشه و اوضاع درست میشه. گرونی که همیشه آدم باید خودش تو زندگیش یه کاری بکنه که جن و بچه‌ش رو رفاه باشن. آخه کارگری حمالی هم شد شو. مثلا چیکار کنم امیر جان؟ با پارتی بازی مثل شما بشم مسئول ارگانی و نون حروم ببرم سر سفره خونم؟ یعنی چی؟ حرف دهن تو بفهم مرتی که پول حروم چیه؟ حرف دهن و توزنت باید بفهمی که سالی یه بار پا میشیم میان اینجا هرچی دلتون خواست میگین و میجین. پول حروم هم همون پولیه که 100 تا کار باید انجام بدید، ولی تو هم سالتون میلیارد بودجه که بابتش گرفتین و میذارید جیبتون و آخرش مملکت میشه این. پاشو بریم خانم. ضمناً امیر آقا، من به شغل شوهرم افتخار میکنم. پول کارگری شاید کم باشه، ولی حداقلش میدونم آه و نفرین مردم پشتش نیست. خدای خواهم چکی شاست لگم